سیاسی رو تماشا میکنید. حالا ببینیم که رسانه‌های غربی چطور از یه ارتباط نامشروع و قتل یه جنجال تبلیغی علیه ایران درست میکنند و به خورده مخاطباشون میدن. 80 ساعت سال 84 بود که با یه مرد از طریق تلفن ارتباط برقرار کردم. اون مرا با زبونش فریب داد و گفت بیا همسرت رو بکشین. روز شنبه روز بین‌المللی این زن ایرانی نامیده شده است تا بدین وسیله بتوان به اعمال فشار درباره پرونده وی ادامه داد. نکته قابل توجهی که مقامات ایرانی انتشار هر گونه خبر یا گزارش مربوط به این ایرانی را در رسانه‌های خود ممنوع کردند. این مورد نشان می‌دهد که اوضاع حقوق بشر در داخل ایران تا چه حد وخیم است. حدود 2 هفته است که رسانه‌های غربی بر سر ماجرای خانومی به نام سینا معرکه سیاسی گرفتند و این مسئله را نشانه نقص گسترده و بی‌سابقه حقوق بشر در ایران می‌خوانند. اما واقعیت این ماجرای آلوده به فساد چیست؟ ماجرا از این قرار بود. کل قضیه تو 2 ماه اتفاق افتاد. سال 84 بود که با یه مرد از طریق تلفن ارتباط برقرار کردم. اون مرا با زبونش فریب داد و گفت بیا همسرت رو بکشیم. این مرد فقط من رو با زبونش فریب میداد، میگفت برات این کارو میکنم، فلان کارو میکنم، از تو چنین و چنان نگهداری میکنم. این چه شوهریه که تو داری؟ اون که برای تو شوهری نکرده. این مرد پسرمه شوهرمه، میگفت شوهرت فلان کار رو کرده، بهمان کار رو کرده. من وقتی اومدم زندان فهمیدم سابقه داره و این سومین سابقه‌شه. اون به من گفت بیا شوهرت رو بکشیم. من اصلا باور نمی‌کردم شوهرم کشته میشه. فکر می‌کردم شوخی میکنه. میگفتم این آدم دیوونه شده. بعداً فهمیدم کارش کشتن بود. اون روز مادر شوهرم خونه ما بود. وقتی رفتم داروهاشو بدم دیدم این مرد اومد همه وسایل رو با خودش آورده بود. اون با خودش ابزارهای برقی، سیم و دستکش آورده بود. بعد شوهرم رو با وصل کردن به بخت کشت. قبلا به من گفته بود بچه‌هاتو بفرست خونه مادر بزرگشون. نحوه به قتل رسوندن شوهرش هم این بود است که این آمپول بیهوشی به شوهرش تزریق کرده، شوهرش بیهوش کرده است. بعد اون قاتل اصلی آمده با چسبوندن 2 شاخه برق به گردن این مقتول را به قتل رسونده است. و صحنه قتل را هم از قبل به نحوی ترتیبش داده بودن که بچه‌های این خانم و اون مقتول اینا را فرستاده بودن به جای دیگر، منزل را خلوت کرده بودن و آمادش کرده بودن برای انجام این جنایت. شما رسیدی چی دیدی؟ من رسیدم رفتم همون سر جنازش رو گرفتم جرگه شدم. هیچ همینجوری. چه اتفاقی افتاده بود؟ چه نحوی دیدی؟ یه خونی بود اونجا، سیم گذاشته بودن پرمالیته، اینجاش برگ زده بودنش. 3 بار کشنش بیچاره. 3 بار. یه نفر اومده با زنش رابطه داشته، با برگ کشتن. اول سرنج زدن، سرنج فشار نمیدونم ندیدم، سرنج رو زدن، بعدن کشیدن تو حمام زدن به برگ. آنچه شنیدید بخش‌هایی از واقعیت ماجرای این قتل فسادآلود است. نکته قابل تأمل این که رسانه‌های غربی در این ماجرا حتی معیارهای ساده اطلاع رسانی را زیر پا گذاشتند و به انتشار خبرهای کاملا دروغ از جمله مصاحبه با خانم سینا در زندان پرداختند. گاردین و BBC از جمله رسانه‌هایی بودند که در این ماجرا به دروغ پردازی آشکار پرداختند. این زن میگوید مقامات ایرانی برای اینکه او را به طور پنهانی اعدام کنند اتهامات دروغین علیه وی عنوان کرده اند. خانم سینا علاوه بر مشارکت در قتل همسرش، زنای محسنه نیز مرتکب و به مجازات مشخص شده در قوانین محکوم شده است. اما علت این همه جنجال و هیاهو بر سر خانم سینا واقعا چیست؟ آیا حقیقتا دل مقامات و رسانه‌های اسرائیلی، انگلیسی، آمریکایی و از جمله خانم کلینتون به حال او سوخته است که از نقض حقوق بشر در ایران مینالند؟ البته بحث حقوق بشر همیشه به عنوان یک ابزار فشار بر ایران در دستور کار رسانه‌ها و مقامات غربی بوده است. اما علاوه بر این مسئله شاید بشود از لابلای خبرها و گزارش‌های رسانه‌های غربی در مورد موازی‌سازی ماجرای این خانم با 3 آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران رد پای هدف تاکتیکی این فشار سیاسی رسانه‌ای یعنی آزادی 3 جاسوس را نیز درک کرد. یکی از موارد نقض حقوق
بشر در ایران مربوط به زنی می شود که هنوز احتمال اعدامش وجود دارد. 3 آمریکایی طبیعتگرد هستند که به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. نکته جالب دیگر ماجرای وکیل فراری خانم سینآ است. آقای مصطفایی که ظاهراً با هدف گرفتن پناهندگی از غرب به رسانه‌های غربی برای این جنجال سیاسی کمک کرده است، به گفته خانم سینآ حتی یک بار همین متهم را ندیده است و این خانم به شدت از دست او شاکی است. مصطفایی که به غرب فرار کرده اینقدر انصاف نداشته است که راههای دیگری به جز بازی با این متهم را برای گرفتن پناهندگی انتخاب کند. چرا موضوع من رو تلویزیونی کرده؟ چرا آبرو و حیثیت من رو برده؟ از اقوام و بستگان من که همه نمیدونستن در زندان هستم، چرا با من این کار رو کرده؟ حرف من اینه، به مصطفایی میگم تو غلط میکنی، با آبروی من بازی میکنی. الان از اون شکایت دارم.